سلام، من و همکارانم از بخش خبرهای روشن‌آلا تیوی خدمت شما عزیزان بیننده و شنونده. از شما دعوت می‌کنیم با خبرهای امروز پنجشنبه 23 اسفند 97 خورشیدی با ما همراه باشید. خانواده شریف باجبر تحت فشار شهرداری و مراکز حکومتی در مریوان. بنا به گزارشی که مرکز خبری آسون نیوز رسیده، شهرداری مریوان با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در مریوان در صدد بسته شدن دکه کاک شریف باجبر از فعالان زیست محیطی مریوان که در جریان حریق جنگل‌ها و مراتع مریوان جان خود را از دست داده بود هستند. در همین ارتباط شهرداری مریوان در اقدامی غیر انسانی و از پیش طراحی شده با اداره اطلاعات در اخطاریه‌ای خطاب نازدار حق پرست همسر شریف باجبر خواستار بسته شدن و برچیدن دکه کاک شریف شده‌اند. کارگزاران رژیم در شهرداری مریوان حین احضار نازدار حق پرست به شهرداری به نام برده و کاک شریف باجبر بی احترامی کرده و در مقابل نازدار حق پرست نیز پاسخگوی بی‌حرمتی شهردار و عوامل شهرداری بوده است. بر پای همین گزارش شهرداری مریوان و دیگر کارگزاران حکومتی خواستار عدم اطلاع رسانی این مسئله از سوی خانواده شریف باجبر شدند. یک منبع نزدیک به خانواده شریف باجبر به این مرکز خبری اعلام کرد برادران کاک شریف همسر وی نازدار حق پرست اعلام کردند که این دکه ملک برادرشان است و وی میبایست دکه را تحویل آنان بدهد. بازداشت یکی دیگر از شهروندان پیرانشهری با هویت عبدالسلام حسینی از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. طی روزهای گذشته ماموران سپاه بدون در دست داشتن حکم قضایی این شهروند کرد ساکن شهرک فرهنگیان پیرانشهر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. این سومین بازداشت از سوی اطلاعات سپاه طی روزهای اخیر است که همراه با تفتیش منزل و محل کار بوده است. نیروهای امنیتی طی روزهای گذشته دو شهروند دیگر اهل پیرانشهر را به همین شیوه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. منابع محلی هویت این افراد را قادر محمدپور 28 ساله و عزت محمودی 39 ساله عنوان کردند. با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده‌های این شهروندان پیرانشهری تا کنون از دلایل دستگیری و محل نگهداری آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. زخمی شدن یک کولبر در نوار مرزی بانه. در استمرار کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد، بامداد امروز پنجشنبه 23 اسفند ماه سال جاری، نیروهای نظامی رژیم در مناطق مرزی اشتراوه شهر بانه به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در پی آن یک کولبر 50 ساله با هویت رؤوف عارفی به شدت زخمی شد. نام برده جهت مداوا به مراکز درمانی شهر بانه منتقل شده است. با توجه به آمار ثبت شده در این مرکز خبری از ابتدای زمستان سال 97 تا کنون جمعاً 71 کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی کردستان بر اثر تیراندازی مستقیم، سرمازدگی، سقوط از ارتفاع، انفجار مین و غرق شدن در آب کشته و زخمی شدند. سرنوشت یک شهروند کرد سقزی کماکان در حالی از ابهام قرار دارد. با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت یک شهروند کرد سقزی با هویت یاسین کنعانی از سرنوشت و وضعیت وی همچنان اطلاعی در دست نیست. این شهروند کرد سقزی در بهمن ماه سال جاری حین بازداشت از تهران در ورودی شهر سقز به همراه یک شهروند کرد دیگر بازداشت شدند. علیرغم مراجعه مکرر خانواده کنعانی به ارگانهای مربوطه جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشان، تا کنون پاسخ روشنی از سوی هیچ نهاد اطلاعاتی دریافت نکرده‌اند. گفتنی است که یاسین کنعانی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون بازداشت شده بود. تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایلام.
در ادامه اعتراضات اصناف مختلف در ایران، دیروز چهارشنبه برابر با 22 اسفند ماه سال جاری، کارگران شهرداری توحید واقع در چرداول از توابع ایلام نسبت به آنچه معوقات 6 ماه مزدی خوانده شده است، در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگزاران معترض خواستار تحقق مطالبات و خواسته‌های خود شدند و پیشتر نیز جهت خواسته‌های خود در مقابل شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط دست به تجمعات اعتراضی گسترده‌ای زدند. تشکیل نهاد تازه‌ای در جهت مقابله با ایران در خصوص دور زدن تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا در استمرار فشار آمریکا و جامعه جهانی بر ایران جهت ممانعت از دور زدن تحریم‌ها، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد واحد تازه‌ای به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده که تا اطلاعات در مورد رژیم ایران افزایش یافته و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با ایران پیدا شود. سیگنال مندلر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، نهادی در داخل این معاونت برای بهبود فعالیت‌های مرتبط با ایران تشکیل شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.